که مجموع نباشد به تماشا نرود، یار با یار سفر کرده و تنها نرود. باد آسایش گیتی نزند بر دل ریش، صبح صادق ندمد تا شب یلدا نرود. سلام دوستای عزیز، وقتتان بخیر. امیدوار هستم که خوب باشین و یلدای خوبی را آغاز کرده باشین. امشب شب یلدا است و ما هم خواستیم که در مورد پیشینه و تاریخچه شب یلدا کمی توضیحات بدیم. شب یلدا یکی از جشن‌های آریایی است که مثل چهارشنبه سوری و نوروز از قدمت و پیشینه تاریخی آریانای قدیم و خراسان بزرگ به یادگار مانده است. این شب نسبت به شب‌های دیگر طولانی تر است و اجداد ما همه ساله ای را جشن می گرفتند. در کشورهای متعدد شب یلدا جشن گرفته میشه، اما در کشور ایران، افغانستان، تاجیکستان و جاهایی از پاکستان همه ساله و به صورت رسمی شب یلدا را تجلیل میکنند. یلدا واژه سوریانی است، به معنی زایش و تولد می باشد. ابوریحان بیرونی، دانشمند همه فن و تقویم شناس، شب یلدا را به نام میلاد اکبر هم یاد می کند. شب یلدا از زمان غروب آخرین روز خزان یعنی 30 آذر یا قوس شروع و با طلوع آفتاب در اولین روز زمستان یعنی اول جدی یا دیما تمام می شود. شب یلدا یا چله یکی است یا خیر؟ بله، شب چله و شب یلدا یکی هستند، چون که از فردای شب یلدا چله بزرگ زمستان شروع می شود و شب یلدا پیشینه تاریخی دارد و بعضی از باستانشناسان قدمت شب یلدا را 7000 ساله می دانند. با همه اینها آنچه به عنوان شب یلدا رسمیت یافته برمیگردد به 500 سال قبل از میلاد. شب یلدا در زمان داریوش یکم وارد تقویم رسمی ایران فرهنگی شد و راجع به شب یلدا روایات متعدد و مختلف وجود دارد که برخی ریشه فرهنگی و برخی هم ریشه مذهبی دارند. یکی از او روایات تولد مهر یا میترا در شب یلدا است. آیین میترائیسم قبل از دین زرتشتی در آریانا وجود داشت و بر اساس پرستش میترا بنا نهاده شده بود. میترا از یک طرف نماینده عشق و محبت است و از طرف نماینده بستن عهد و پیمان هاست. نماد میترائیسم یا میترا هم حلقه است. برخی هم به این باور هستند که حلقه عروسی یا همون که ما چله نمزدی میگیم برگرفته شده است همین تاریخ میترا یا میترائیسم و همین رسوم میترائیسم بعد از رواج یافتن دین زرتشتی از بین نرفت، بلکه جزئی از رسوم و عادات اونها شد و چیزهایی که در شب یلدا نیاز است فال حافظ است و این قسمی است که یک نفر نیت میکنه، بعد بزرگ خانواده یا بزرگ مجلس با گفتن ای حافظ شیرازی تو کاشف هر رازی، من طالب یک فالم بر من نظر اندازی، این میخونه و بعد فال حافظ شروع میکنند و بعدش هم خواندن شاهنامه است که در این شب بزرگای خانواده یا مجلس و صورت نقالی شاهنامه خوانی میکنن و داستان قهرمانان و کسایی که در تاریخ نقش داشته اینها را با صدای بلند و دیگه اعضای مجلس یا دیگه اعضای خانواده به صورت نقالی میخوانند. شراب سرخ یا شراب قرمز است، آتش است. میوه ها جزء اساسی سفره شب یلدا را تشکیل میدن که نقش اساسی را انار و هندوانه یا تربوز به عهده دارد.
انار و تربوز به خاطر رنگ سرخشان که رنگ سرخ نمادی از خورشید و آتش است و همچنان به خاطر دانه زیادی که دارند، چون دانه زیاد نمادی از بذر و کشاورزی است. در کنار این دو میوه های مثل مالته، خرمالو و حتی کدو حلوایی هم جزئی از چیزهای سفره یلدا است. آجیل یا میوه های خشک هم شامل پسته، بادام، توت خشک، کشمش، نخود و حتی گندم بریان و تخمه کدو جزئی از سفره شب یلدا را تشکیل میده. ناگفته نماند که شب یلدا یا چلت در سال 1401 نوع قوسی آذر به عنوان میراث فرهنگی بین افغانستان و ایران به صورت مشترک در یونسکو ثبت شد.